آشنایی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او پیامبر و فرستاده الله متعال به سوی همه مردم جهان است. الله متعال قرآن کریم را بر او نازل فرمود و ایشان بود که اسلام را به جهانیان معرفی نمود. وی خاتم پیامبران به شمار می رود و بعد از آن بزرگوار پیامبر دیگری نخواهد آمد. ولادت و کودکی. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب هاشمی قریشی سال 570 میلادی در مکه مکرمه در بهترین و برترین خانواده و قبیله عربهای آن روز از نظر نسب در حالی چشم به جهان گشود که پدرش از دنیا رفته بود و از قضا در سن 6 سالگی مادرش آمنه دختر وهب زهری قریشی را هم از دست داد. بعد از آن پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی وی را به عهده گرفت تا اینکه در سن 8 سالگی پدر بزرگش هم دنیا را ودا گفت و محمد تحت سرپرستی عمویش ابوطالب قرار گرفت. نوجوانی و جوانی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا 40 سالگی یعنی از سال 570 تا 610 میلادی در مکه زندگی کرد و از آنجایی که از اخلاق و صداقت بسیار بالایی برخوردار بود مردم او را صادق و امین لقب دادند و با این لقبها صدایش می‌زدند. وی مدتی از زندگیش را به چوپانی برای اهل مکه سپری نمود و بعد از آن به تجارت روی آورد. ازدواج و فرزندان. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 25 سالگی با خدیجه رضی الله عنها که یک زن بیوه بود و 40 سال سن داشت ازدواج نمود و تا وفات خدیجه یعنی سن 50 سالگی همسر دیگری برنگزید. ایشان بعد از وفات خدیجه با زنان متعددی که بیشترشان بیوه بودند و نیاز به سرپرستی داشتند ازدواج نمود تا این گونه احکام زناشویی و خانوادگی توسط همسران آن بزرگوار برای امت اسلامی نقل گردد. پیامبر اکرم 7 فرزند داشت. 3 پسر به نامهای قاسم و عبدالله و ابراهیم که همه آنان در کودکی وفات نمودند و 4 دختر به نامهای زینب، رقیه، کلثوم و فاطمه. از میان دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زینب با ابوالعاص بن ربیع ازدواج نمود. رقیه و کلثوم یکی بعد از دیگری با عثمان بن عفان ازدواج نمودند و فاطمه رضی الله عنها با علی بن ابی طالب ازدواج کرد. بعثت و آغاز دعوت اسلامی. در سن 40 سالگی در غار حرا نخستین آیات سوره علق بر محمد امین نازل گردید و این گونه نور وحی و هدایت بر بشریت تابیدن گرفت. پیامبر اکرم 3 سال مردم مکه را مخفیانه به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت نمود. بعد از آن به دستور الله متعال دعوت را علنی کرد. با علنی شدن دعوت او و یارانش مورد شکنجه و اذیت و آزار زیادی قرار گرفتند. هجرت به مدینه منوره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال تمام در مکه مکرمه مردم را به سوی اسلام دعوت نمود و در این میان مشرکین قریش تعدادی از یارانش را زیر شکنجه به قتل رساندند و تعداد دیگر را نیز به شدت شکنجه نموده و اموال آنان را مصادره کردند و سرانجام تصمیم گرفتند تا خود پیامبر را ترور کنند. اینجا بود که پیامبر اکرم و یارانش به مدینه منوره هجرت کردند. آن بزرگوار در مدینه مسجد النبی را تأسیس نمود و با گروه‌های مختلف مدینه پیمانها و قراردادهایی را امضا کرد و یک حکومت اسلامی بنیانگذاری نمود. غزوات و جنگ‌ها. با تشکیل حکومت اسلامی در مدینه منوره و استوار شدن مبانی عدالت و برابری، قریش و قبایل دیگر بران شدند تا این حکومت نوپا و به طور کلی اسلام را نابود کنند.
این اقدام آنان منجر به جنگ‌ها و درگیری‌هایی گردید که در تاریخ اسلام از آنها به عنوان غزوه یاد می‌شود. در بیشتر این جنگ‌ها پیامبر و یارانش پیروز شدند تا جایی که مکه مکرمه فتح شد و مردم گروه گروه مسلمان شدند و اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان گسترش یافت. اخلاق و رفتار پیامبر اکرم به قدری پسندیده بود که حتی مشرکین مکه هم او را صادق و امین می‌نامیدند. وی در کارهای خانه به همسرانش کمک می‌نمود، گوسفندها را می‌دوشید و لباسهایش را پینه می‌زد. با دشمنانش با عدالت برخورد می‌نمود و چه بسا راه عفو و گذشت را در پیش می‌گرفت. بسیاری اوقات روزهای متوالی را با خوردن آب و خرما سپری می‌نمود و در خانه‌اش هیچ آتشی روشن نمی‌شد. از تواضع و فروتنی بالایی برخوردار بود. شجاعترین انسانها بود. عابد و شب زنده‌دار بود، به گونه‌ای که پاهایش از کثرت عبادت ورم کرده بود. او سخاوتمندترین انسانها بود و نسیم سخاوتش بر همه می‌وزید. وفات. با کامل شدن دین الهی لحظه وداع و خداحافظی فرا رسید. در اواخر ماه صفر سال 11 هجری قمری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دچار تب و سردرد شدید گردید و با شدت گرفتن بیماری ظهر روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری قمری در سن 63 سالگی وفات نمود و در خانه همسرش عایشه صدیقه رضی الله عنها کنار مسجد نبوی به خاک سپرده شد.